امیدوارم فرصت این رو داشته باشین تا پایان این نوبت از گفتگو با استاد محمدی شاهرودی عزیز هم پای تلویزیون بنشینید و برنامه ما رو همراهی بکنید. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از زیارتتون. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. بنده خوشحالم در خدمت شما و زنده باشید. دوستان عزیز بیننده هستم. سعادتی است برای ما. اختیار دارید. از دو جهت سعادته، که از جهت اینکه خدمت بندگان خدا خودش از بهترین نعمت‌های خداست. آقا امیرالمومنین فرمودن که احتیاج مردم به شما از نعمت‌های خداست. خسته نشید که خدا از شما میگیره به دیگران میده. حالا اینکه انسان بتونه در خدمت بندگان خدا باشه و بندگان خدا به خدمت اون نیاز داشته باشن، این نعمت خداست. الحمدلله. و اگه از این نعمت خسته بشه، خدا این نعمت از اون میگیره به دیگری میده. الحمدلله. و دوم اینکه اون خدمت هم خدمت خیلی زیبایی است. یا انسان اصلا فرض کن که خدمت میکنه به یک نفر که اصلا فرض کن نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نمیدونم، اونم مثلا براش فرض کن خدمت میکنه، حالا جایی براش میذاره، رانندگی میکنه براش، خیلی دلچسب نیست که هم خدمته. اما خیلی نمیچسب. یه وقت نه انسان در فضای تعلیم و تعلم تنفس میکنه، در فضای نور داره تنفس میکنه، چون علم نوره. روایت متعدد داریم که علم نور است. لیس العلم بکثرة التعلم بل هو نور یقذف الله فی قلب من یشاء. آقا امیرالمومنین فرمودن علم به زیاد درس خوندن نیست، بلکه نوری است که خداوند در قلب انسان‌های شایسته میتابونه این نور رو. وقتی انسان در فضای نور داره تنفس میکنه، در فضای علم داره تنفس میکنه، این نعمت بزرگی است که باید شاکر اون نعمت باشه. اما از خود متعال متشکریم و از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید با ما و با سوالهای خوبشون. دوستان اون کلید گنجینه علوم دست پرسشگره. او گنجینه رو باز میکنه، بعد ما میریم نگاه میکنیم. این حدیث که از پیامبر امام صادق نقل شده که علوم گنجینه های بسیار با عظمتی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. با پرسش در گنجینه های علوم باز میشه، بعد دیگه همه وارد میشن، از گوینده و شنونده و پرسشگر و پاسخگو و دوستدار و همه وارد این گنجینه های علوم میشن. ان شاءالله که با سوال خوب دوستان ما هم وارد گنجینه های علوم بشیم. خب پس با اجازه ما اولین کلیدو بندازیم دیگه، سوال مردم، اولین سوال بپرسیم و گنجینه رو بازش کنیم. گفتن که دخترم با اینکه دختر مؤمنیه این روزها اصرار به رفتن به کلاس موسیقی داره، نمیدونم چیکار کنم. خب ایشون بیاد بررسی بکنه ببینه که اگر بناس اولویت بندی بکنیم آیا ما فرصت داریم که همه علوم رو یاد بگیریم؟ خیر. حتی تو موسیقی هم شما دکترا موسیقی هم بگیرید باز تموم نمیشه. خیلی از شاخه‌های موسیقی باقی میمونه که انسان اطلاع کامل به دست نیاورد. همینطور علوم تجربی و سایر شاخه‌های علوم این که امکان نداره. بس عقل حکم میکنه که انسان در این مدت کوتاهی که وقت داره بره سراغ اون علومی که به دردش میخوره، یا به درد دنیاش میخوره یا به درد آخرش میخوره، علومی که علوم خوبه، احسن باید به تعبیر امیرالمومنین فرمودن العلم اکثر من ان یحصی فخذ من کل شیء احسنه. علوم بیشتر از اون حدن که بخواد انسان آمار بگیره جمع کنه، نمیتونه جمع کنه. چیکار کنه؟ بره دنبال بهتریناش، سراغ بهترین ها بره. و واقعا علم موسیقی مثلا به عنوان یکی از شاخه‌های علم ریاضی الان بهترین علوم و ضروری ترین علوم هست به نظر ما. خیر، بله برای یه عده مثلا فرض کن از هر 1 میلیون نفر 1 نفر ابن نداره که جامعه اسلامی از این حیث هم تخصص داشته باشه. اما اینکه بخوان 10% مردم بخواد برن دنبال موسیقی، نه. اینا چنانکه ما نسبت به حوزه هم همینو میگیم. از بنده سوال میکنم بعضی از طلبه ها که من تو حوزه بمونم و هم تو درس بخونم تا آخرش یا نه برم دنبال تبلیغ و که مردم استفاده کنن. میگم اگر میتونی مجتهد بشی، احتمال میدی که مجتهد بشی و تولید علم کنی، تو حوزه بمون. که عرض کردیم 1% یا 1 در 200 ممکنه مجتهد بشن. گفتم اگه میتونی مجتهد بشی ابن نداره، بمون تو حوزه. اگه مجتهد میشی برای چی بمونی؟ مقداری که لازم بوده که پاسخگوی نیازهای مردم باشی فرا گرفتی. برو دنبال تبلیغ، برو دنبال تکلیفی که خدا بر دوش تو داره. اینجا همین عرض میکنیم 1 نفر 2 نفر مثلا فرض کن از هر 1 میلیون نفر 1 نفر موسیقیدان باشه که از این حیث ما دیگه محتاج دشمن نباشیم، محتاج کشور خارج نباشیم.
این خوبه. اما اینکه یه درصدی از مردم بخوام برن اینجا، نه. این که میفرمایید برای اون پدر مادر کاملا روشنه و میپذیرن و جا میفته براش، ولی این مادر یا پدر چجوری به دختر نوجوانش که حالا علاقمند موسیقی شده، چرا عرض میکنم؟ چون بالاخره ما الان توی این سالهای اخیر خیلی موسیقی پررنگ شده. بله. یعنی شما همین بالاخره پیچ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رو باز میکنین، تو شبکه‌های مختلف بیشتر کمتر انواع موسیقی داره پخش میشه. بله. از خواننده‌های مختلف، سنتی، جدید، پاپ، نمیدونم حالا اسمایی که داره و من خیلی تخصصم ندارم، داره پخش میشه توی فضای مجازی به یه نوع. و دخترها و پسرهای ما کاملا مماسن با این فضای موسیقی. حالا من نکات دیگه داشتم که این باز که شما هم هست توش. آره، حالا توی این فضا ما چجوری حالا با این جمله اونا رو جا بندازیم براشون که شما نرین سراغش؟ نکات دیگه داشتم که اینا پوشش میده. بفهم. خب موسیقی انواعی داره. خود قرائت قرآن در قالب مقامات موسیقی خونده. بله بله. این اسم از قاری بپرسید، میگه من با این مقام شروع کردم. بله، دستگاه موسیقی. آره، تو دستگاه موسیقی میخونه. نوع‌هایی که خونده میشه، سرودهایی که خونده میشه. این موسیقی اشکال نداره انسان دنبالش بشه. اما اینکه مطلق موسیقی، مثلا موسیقی هایی که حد و حصر نداره و مثلا در لبه پرتگاه داره حرکت میکنه، حداقل خلاف احتیاطه. خیلی از این موارد خلاف احتیاطه، در اینش تردید نیست. خب اینجا عقل و شرع حکم میکنه که انسان احتیاط کنه و نره سراغش. مطلب بعد این که خب تا انقدر من یادم میاد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله هم اینه که مثلا با ترویج موسیقی و تعمیمش هم که من اشاره کردم موافق نیستن ایشون. حالا جنبه تخصصی جای خودش، اونایی که جنبه علمی داره در حد مثلا آکادمیک اون جاهای بالا و اونا اب نداره، اونا باشه، اما اینکه عمومیت پیدا بکنه، جامعه بخواد ترویج بشه، این در واقع سرگرمی و عرض کنم که عمر به بطالت گذراندنه که این با اسلام موافق، اسلام با این موافق نیست که انسان بخواد عمرشو جایی بگذرونه که ضروری نبود، واجب تر از این بود. ما مگه چقدر فرصت داریم که بخوایم به اون مقصدی که داریم برسیم؟ خیلی کم. چشم میبندی باز میکنی تمام شد. کودکی نوجوان شدی، جوان شدی، میان سال شدی، پیر شدی، تمام شد. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. همین به همین سادگی. انقدر فرصت نداریم که بخوایم دنبال این چیزا بریم. همین دلیل ما توصیه میکنیم خواهر محترم رو، حالا اگه علاقه به موسیقی دارید برید سراغ موسیقی هایی که همه فقها میگن حلاله، نه اونایی که مشکوکه، نه اونایی که حرامه. که هم گناه کردید، هم عمر به بطالت گذراندید. شما هم پدر مادر عزیزم بهشون بگن اگر ما میدونستیم که سعادت شما در اینه، ما خودمون برات همه لوازمشو فراهم میکردیم، همه مقدماتش فراهم میکردیم، ولی این به نفع شما نیست، به صلاح شما نیست. بنابراین این که بخواد موسیقی عمومیت پیدا بکنه، نه، یا مثلا ورزشه، میگیم همه ورزش بکنن، همه ورزشکار باشن برای سلامت بدن. یه وقت علم مطالعه هست، میگیم همه مطالعه کنن، اما اینجا نه، اینجا میگیم تعمیم ندید. قبول کنیم کار سختی انتقال دادن این مفهوم به بچه‌ای که الان توی این فضا داره تنفس میکنه، چون بالاخره الان متصلش کنن به کارشناسا که اون سوالهایی که داره کارشناس بتونه با منطق و استدلال جواب بده. خود پدر و مادر نمیتونن. این خانم پیشین میگه مثلا میگه که خب مگه حرامه، مگه خدا نگفته، مگه پیغمبر نگفته؟ بیان نه، بین دلیل مثلا سوالهایی داره که اگه سوالاش پاسخ داده بشه مثلا حل میشه براش. الان شما من از جانب اون بخش حالا داریم تمرکز میکنیم، چون به نظرم مبتلا به خیلی داریم مکس میکنیم. الان من جانب اون دختر پسر بچه سوال میپرسم، شما مثلا به عنوان پدر مادر پاسخ بدید. مثلا میگم بابا من تلویزیون دارم میبینم که آقای خواننده فلانی که یه خواننده بروز جوون هست، یه کلیپ خوشگلم درست کردن، توی شبکه‌ها هم داره پخش میشه، داره راجع به غزه میخونه، موسیقی داره، بعد این یه سازی داره که تو از اون سازه داره استفاده میشه توی موسیقی. من مثلا سنتور، مثلا من میخوام برم سنتور رو یاد بگیرم علمی، بعد این کارهایی که اینجوری خونده میشه، نه مثلا کارهای خیلی مثلا اونور آبی یا فلان،
مثلا از تخصص علمی این استفاده بکنم و برای مثلا این فلسطین یا مثلا اون سرودی که جهانی شد برای امام زمانم بود، توش نوت موسیقی داشت، ساز داشت، مثلا فلان شد با ساز خوندن اینا، اون سازو یا اون آوازو من کار کنم و اینجا خدمت. اگر ایشون یه چنین استعدادی رو داره، یه چنین نبوغی رو داره، یه چنین جایگاهی رو باید که ایشون مثلا فرض کن جز همون یک نفر در 1 میلیون بشه، حرفی نداریم بره. اما اینو نداره که ندارن غالبا، فقط بیشتر عمدتا علاقه است و کششیه، سرگرمی. اگر نداره داره عمرشو تلف میکنه، به جایی نمیرسه. که شما فرمودید درسته، منتها برای متخصص، همون که من گفتم برای مجتهد، بله کسی میخواد مجتهد بشه، ما رو بهش نمیگیم که نمون تو حوزه، میگیم بمون، حتما بمون، حتما درس بخون، شب روز هم درس بخون. اما کسی که میدونیم که مجتهد نمیشه، یقین داریم که در مرز علم حرکت نمیکنه، توان این کارو نداره که تولید علم کنه، بهش خب دیگه همین قضیه یاد گرفتی بسه، بقیه رو برو از کتابا مطالعه کن، تحویل مردم بده. اینم همینطوره. اگر چون در مرز علم موسیقی حرکت میکنه، یه چین نبوغی رو داره، یه چین جایگاهی رو داره، ما حرفی نداریم. اما با توجه که ما یقین داریم که این چیزی نیست، عمدتاً اینجوری نیست، عمرشو تلف میکنه. بهتره که توی جایی که بیشتر فایده داشته باشه هزینه کنه. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. ببخشید یه ذره من اینو چکشکاریشو سعی کردم بیشتر باشم، گفتم شاید لازم باشه. اجازه میدین یه فاصله بگیریم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله. خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون. من سوال بعدی از استاد محمدی بپرسم. گفتن که برای حضور فرزندانمون در نماز مسجد، نماز جماعت مسجد و مراسم مذهبی چه پیشنهادی داریم؟ اولا که خودشون مقید باشن، برن، گاهی هم بچه رو ببرن، وقتا میبرن طوری برن برگردن که بچه خوش بگذره. تعریف و تمجید و حتی جایزه و تشویق و چیزی از این قبیل حتما توش باشه که بچه تصورش از مسجد یه تصور زیبا و مناسبی باشه، نه اینکه مثلا تحمیل باشه و تکلیف باشه و ناراحتی باشه. این یکی که حالا این دو دسته باید این کار انجام بدن که اولیا مسجد باید فضای مسجد را آنچنان مطلوب و مطبوع و زیبا آماده کنن که بچه که میاد بچه زیبایی دوست داره، همه زیبایی دوست دارن، لذت ببر از اون فضای مسجد و از اون برخورد مسجدی ها باش. یه آقایی هست تو مسجد ما به بچه ها پول میده، هر بچه که میاد اونجا، خب این باعث تشویق بچه ها میشه. خیلی هم چیز قابل توجه هم نیست، ولی همین خودش البته نباید که تکرار هم بشه که بخواد شرطی بشه نسبت به این، ولی همین که هر وقت میاد تو مسجد کدورتی نداشته باشه، دلخوری نداشته باشه، مسجد رو زیبا ببینه، افراد مسجد رو زیبا ببینه. این هم به عهده اولیاء مسجد که این کارو بکنن، هم به عهده پدر و مادر که این مطلب انجام بشه. مطلب دوم این که کتاب‌های بسیار خوبی این ستاد اقامه نماز و این مجموعه‌های نماز که حالا چند تا مجموعه هستن، من می‌بینم هر سال کتاب‌های خوبی در سطوح مختلف در مقاطع مختلف این کتاب‌ها رو می‌نویسن. این کتاب‌ها رو در اختیار بچه قرار بدن، متأنا به شکل تکلیف. فرزندم بیا این صفحه رو برای من بخون، برای من توضیح بده. بعد با بچه بحث کنن. راجع به نماز جماعت، راجع به مسجد، این فصل مسجد رو برای من بخون، پیغمبر چی فرموده؟ اینکه اونجا فرشته هستن، اینکه تو مسجد از عمر انسان حساب نمیشه، این که هر کس مسجد بره، ما مجتبی فرمودن 8 تا خصلت اونجا خواهد داشت. علم مستطرف، اخ مصطفی، نمیدونم چیزی از این قبیل که خب چی داره، ما مجتبی چی میفرماید؟ هر کس مسجد بره 8 از این خصلت ها یکی از این 8 خصلت رو خواهد داشت. اینا رو او بخونه برای شما توضیح بده، نه اینکه بگید بیام میخوام برات روزه بخونم نصیحت کنم، نه بیام میخوام با هم صحبت کنیم، من اینا رو میخوام برام توضیح بدی، نمیدونم پیغمبر چی فرموده، این آیه قرآن رو برای من بخون راجع به مسجد، راجع به نماز جماعت. روایت فراوانی که هست، اینها این بحث‌های بین الاثنینی که با بچه داشته باشن، اون علل و عواملی که گاهی بچه‌ها رو از مسجد زده میکنه. حالا این عوامل ممکنه از طرف اولیای مسجد باشه یا خود فضای مسجد، ساختمان مسجد، یعنی دکوراسیون مسجد ممکنه نامناسب باشه و گاهی ممکنه از طرف بیرون از مسجد باشه. اونا رو باید حواسشون داشت که از این چیزها نباشه که بخواد بچه از اونجا زده بشه.
گاهی بعضی از متدینین برخوردهای نامناسبی دارن، این تا قیامت از دل بچه بیرون نمیره. بنده شدم مثلا 14 15 سالم بود، شدم کمتر 13 14 سال مثلا، وضو گرفتم رفتم تو مسجد، یکی از همین مقدس مآب‌های عجیب و غریب شروع کرد به علیه ما پرخاش کردن که دستاتو بالا کردی که به خانم ها نشون میدن. اونجا نه خانمی بود نه اون حد بودیم، این نوجوان 13 ساله چی حالش میشه بالا. شروع کرد بر علیه ما پرخاش کردن. حالا وقتی من مقاوم بودم ایستادم در مقابلش، گفتم نخیر شما بیخود داری میگی، من وضو گرفتم هنوز دستام خیسه، این مزخرفات چیه. ایستادم در مقابل، نوجوانی بودم، اما هر کسی دیگه میشد دیگه از مسجد بیزار میشد. و مسجد یعنی تهمت زدن، مسجد یعنی پرخاش کردن، مسجد یعنی اینا اون آفت هایی است که باید ما حتما حواس داشته باشیم و کم و بیش این آفت ها وجود داره ها، این آفت ها کم و بیش وجود داره. یه مجله‌ای هست راجع به مسجد، من توصیه میکنم که این پرسشگر محترم ما اون مجلات رو تهیه کنن، حتی آموزمان بشن. حرفای خوبی دارن اون مجلات راجع به نماز و مسجد اینها. عنوانش هم مسجده. کجا میتونن تهیه کنن؟ مسجد، حالا نمیدونم کجا منتشر شده، عنوانش مسجده. فکر کنم دفتر تبلیغات یا سازمان تبلیغات. درست. فکر کنم سازمان تبلیغات منتشر میکنه. یه سوال، با اتاق کودک موافقین تو مساجد؟ بله، بچه‌های کوچک اگه باشن آره که مادر بتونن راحت نماز بخونن. اما بچه‌ای که به سن تمیز رسیدن، یعنی مثلا فرض کن از 6 سال 7 سال، الان دیگه بچه‌ها 6 7 ساله ممیزن. بله. در گذشته میگفتیم بچه 12 ساله ممیزن. الان میگیم چی؟ بچه 7 8 ساله ممیزن. خیلی سال متوجه میشه. بچه ممیز بیان تو نماز. بچه غیر ممیز مثلا 2 ساله 3 ساله اونا اونجا باشن. اونا بیارن تو مسجد بعد ببرن اونجا. بفهمن که اینجا مسجده، اومدن حالا توی اتاقی بنداز. خیلی خوب. گفتن که استاد محمدی انسان وقتی مرد حواس پنجگانش از بین میره، پس دنیای برزخی که شما میفرمایید مبنای علمی نداره و صرفاً مبناش اعتقادیه. آیا شما از نظر علمی که جنبه مادی هم بتونه داشته باشه میتونید اثبات کنید؟ اگه منظورشون علم تجربی هوایشونه، چون علم تجربی در جایی میتونه حرف بزنه که یک، موضوع علم ماده باشه، دو، تجربه پذیر باشه، سه، تکرار پذیر باشه. عالم برزخ نه مادیه، نه تجربه پذیره، نه تکرار پذیره. بله، اما آیا واقعا تنها راه معرفت انسان حواسشه؟ ما حواس قبول داریم، یکی از راههای معرفت. حتی در نقلات داریم که من فقط حسن فقط علمن. هر کسی که از حواس از دست بده یه شاخه از علوم از دست داده. در قرآن هم به این بحث توجه شده. و اخرجناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. از مادر متولد چیزی نمیدونستید، خداوند ابزار معرفت رو که چشم و گوش و حالا قلب که همون عقل باشه براتون قرار داد. ما قبول داریم یکی از راههای معرفت حسه، اما آیا منحصر به حس؟ نه خیر، ما 4 تا راه معرفت داریم. 4 تا راه برای شناخت هست. یکیش راه حسه که گفتم حس هم در جایی که اولا باید موضوعش مادی باشه، باید جزئی باشه، تجربه پذیر، اون چیزی که عرض کردم. من از این برادر محترم میپرسم اگر شما برید توی جزیره دور افتاده که نمیدونید که اینجا آدمی وجود داره یا وجود نداره، درست، یه مدت قدم میزنید، برخورد میکنید به رد پای انسان، چی میگید؟ میگیم اینجا انسان وجود داره دیگه. چرا؟ انسان دیدید؟ نه، اثرش رو دیدیم. تجربه کردید؟ نه. کی میگه اینجا انسان وجود داره؟ عقل. عقل ما. عقل میگه این رد پا مال انسانه. مال انسانه. پس عقل هم میشه یک راه برای معرفت. شما از دور دود میبینید، عقل شما میگه اونجا آتشه، اونجایی که دود الان بلند شده آتشه. بسیار از معرفت های ما از طریق عقل به دست میاد. همینطوره. راه سوم راه دل و فطرته. یه انسان دلش صافی بشه، نفسش رو تهذیب بکنه، برزخ رو میبینه، اهل برزخ رو میبینه، هر وقت هم دلش بخواد باشون ارتباط برقرار میکنه. این مرحوم آقای هادینی هر زمانی اراده میکرد و فلان شاگرد ما که در دنیا که بود یه وقت سخت بود درس خوندن براش، الان کلی رشد کرده، اونجا با سرعت داره میره بالا. عجب.
خیلی راحت از برزخ به شما خبر میده. بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خدا رو میبینه، فرشتگان رو میبینه. چقدر لذت بخشه. فقط این چشم که نیست، چشم دل باز بشه بله انسان چیزها رو میبینه. اون خطبه 193 نهج البلاغه داریم که هم یعنی متقین و الجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. متقین به خاطر تقواشون به جای رسیدن که بهشت رو میبینن، خودشون هم داخل بهشت متنعم میبینن، هم تو دنیا ها. بعد میفرماید که هم و نارو کمن قد رآها و هم فیها معذبون. به جای رسیدن که آتش رو میبینن، خودشون هم تو آتش معذب میبینن. اونجا ما یه سوال از بینندگان بپرسیم، همش که نباید اونا بپرسن. خب این آدم یا تو بهشته که تو جهنم نیست، یا تو جهنم که تو بهشت نیست. درست. چرا هم خودشو تو بهشت میبینه هم تو جهنم؟ واقعا. آره اینو دوستان فکر کنم ببینم به کجا میرسن. تو قرآن هم داریم کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. لام تاکید، نون تاکید ثقیله سیاه. حتما 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 جهنم رو دیدید. لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین و وقت ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. بنابراین اینم یک راهه، راه دل که انسان از این طریق هم از آخرت خبر میاره، هم از دنیا، هم از گذشته، هم از آینده. به سادگی ها. راه چهارم که از همه این راه ها مهمتر و بخش اعظم دانش بشر از این راه چهارم به دست اومده. گرچه ماتریالیستا حقیقت رو میپوشونن و اون راه وحیه. حتی تکنولوژی هم متکی به وحیه. یه پیامبر اومده عرض کنم که نجاری یاد داده، یه پیامبر اومده آهنگری یاد داده، یکی اومده کشتی ساخته، یکی اومده لباس. اساس تکنولوژی برمیگرده به وحی. بسیاری از علوم، حتی علوم قرار مثلا ادبیات عرب، اینکه الکلام اسم و فعل یا حرف، یا اینکه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، اینا حدیث ها. کل مضاف الیه مجرور، اینا فرمایشات امیرالمومنینه. یعنی حتی شما ادبیات عربی رو هم می‌بینید که از وحی سرچشمه گرفته. دوستان اون جلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو بخونن، چون سنی معتزلی و شیعه نیست. بله. اون اولش خواسته که فضائل امیرالمومنین رو، چون در این ایام هم که ایام میلاد حضرت هم بود و به هر حال هنوز هستیم تو این چیزها، ایشون خواسته که فضیلت امیرالمومنین بر بقیه ثابت کنه، که بگه از همه، چون سنی دیگه این بس براش مطرح است که علی افضل است یا ابوبکر یا عمر یا عثمان. ایشون میگه علی، بعدم میگه لیستی از علماشون میده میگه همه نظر منو دارن. بعد برای اثبات نظر خودش میاد بحث میکنه. اول میره سراغ شاخه‌های علوم، ثابت میکنه که همه شاخه‌های علوم به امیرالمومنین منتهی میشه. از تفسیر و ادبیات و فقه و نمیدونم عرفان و هر جا که میره میبینید اینجا به علی منتهی میشه، همه علوم. پس یک راه هم راه وحیه. این جایی که الان موضوع بحث ماست، حس حرف نداره، نه که میگه نیستا. بعضیا با زرنگی، ماتریالیستا با زرنگی میگن نیست خودش دلیل میخواد. شما رفتید تجربه کردید، رفتید دیدید که نبود، بشه دلیل میگه نیست. شما که نرفتید برزخو ببینید که این که نیست خودش دلیل میخواد. شما دلیل چیه بر نبودش؟ باید تجربه کرده باشید، تجربه نکردید دیگه. ولی خب با زرنگی میگن نیست، باید بگن نمیدانم. بله از این راه شما به علم نمیرسید، چون برزخ از جنس ماده نیست. اما تنها این راه که نیست. عقل میگه حتما برزخ هست، دل میگه اگر پاک باشی من نشونه میدم همه جزئیاتش رو. وحی هم تا دلتون بخواد. 1/6 قرآن بحث معاده، یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث معاد مطرح کرده. قرآن دیگه. بهارالانوار 6 جلدش کلا بحث معاده، از جلد 6 تا 11 همش بحث معاده. اینم یک راهه. بله. از این راه برید. میدونم وقت تموم شده. بله وقتمون تموم شد. می‌خواستم بگم حالا ان شاءالله توضیحات بیشتر راجع به معاد رو به شرط حیات باشه برای ماه مبارک رمضان. ان شاءالله قرارمون این هست اگه خدا بخواد راجع به معاد و دنیای بعد از مرگ، از لحظه مرگ به بعد از استاد در طول ماه مبارک رمضان بشنویم و یاد بگیریم. شما میتونید سوالاتی در این زمینه دارید
ارسال بفرمایید به 3720. خیلی ممنونم که لطف کردین آمدین و تا انتها پاسخ دادین به سوالات. اوامری ندارین؟ آقا بخیر باشید. مخلص شما هستیم همچنین. خیلی ممنونم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. این شب و روزا حالی دست داد. ما و اهالی یاد خدا رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.